مگر فکر کرده اید که کیها به ما حق گپ زدن دارند؟ دوست، رفیق یا یگان کسی راه گذر؟ البته پدر و مادر. حق پدر و مادر گویی اگر پیش از قدم به عملی گذاشتن باید گشته و برگشته فکر کنی. مرا میکشد. گریز پسرم، چی ایستاده ای؟ سیده رو گیرو گریز. مادر سرده جان، با کجا مادر؟ ایستید مادر جان، نروید مادر. مادر بیرون نبرو، اما کم تو رو میکشم. این دروغو رو بینیده؟ نمیدارم گفته به ما دروغو. مگر نمیدونستی؟ چی شد حمزه؟ و ایش قدیلت سوخت؟ حمزه قربانت شوم، دلت با پسرم نمیسوزد. یک طرفی است. حمزه به خاطر رسوایی گذشته برای ایمان شده پسرم رو نابود نکن. قربانت شوم حمزه. سرده مرا اومد. سرده آروم شو میگویم. سرده میگویم. سرده اگر با بیرون برای امکم تو رو میکشم، یک ثانیه هم فکر نمیکنم. شما مادرم رو به دستیان اونا میدیم. سرده میگویم. با خوله هوریا هیچ چیز نمیشود. با نام خدا وضعیت رو وسیع نکن. چرا ایستاده حمزه؟ این زرد در رو برویمان همین طور گپ زده نیستد. نفری که دختر را دزدیده است پسر همین زن است. حمزه بس اکنون از پیشمان یک طرف ایستا. واقعا او را گریسته از اینجا بر. غم نخورید ینگه، او به ما مانع نمیشود. هم از پسرش و هم از کمک کننده هایش خلاص می‌یابیم. همین خیلی میشتیده که پسر نجون کاری اینها را به انجام رسانده باشید. رفته حمزه چی باز نکن حمزه، به حرمت خدا رحم کن حمزه. عیبی من شد. اگر من یک روی نمی‌کردم، اگر من این خیلی نمی‌کردم، عمر زودتر رفت و کمک می‌رسانید. جانی هیچ کس در خطر نمی‌ماند. اما جان خودت رو اینقدر گناهکار نکن دخترم. جانکم گریه نکن. دعا کنیم که یکون چیزی بد نشود. خطای من بود، خطای من. قربان راست میگفته است، دیدن فلاکت است. خدای من چیکار کردم؟ ای شد ای سیر اسیری توست. وقتی که گفتید تو اسیری سیر خواهی شد. تو خطای کلام کردی. های مردم بینگرید، ببینید نبیره های من دکتر شده برگشتن. فخری من، دولت پیری من. های مردم ببینید این نبیره های من. که نگوید ما شرم داریم. آفرین عمر جان، آفرین. کمی آیسته برادر، زبان در دهان پاسبانی سر است. خدا در پناهش نگه دار. خدایا من چیکار کردم؟ با عائله‌ام چیکار کردم؟ از قهر حمزه بچه ها رو نجات دادنم در کار، آنها رو نجات دادنم در کار. پدر از برای خدا چیکار میکنی؟ بابا جان به جایتون شینید. بابا جان به شما چی شد؟ پدر به شما چی شد؟ پدر زودتر را خوبانیدن لازم. پدر بابا جان پدر سرما آیسته اما جان کمک کن. التماس بابا جان پدر به شما چی شد؟ آیسته پدر جان به شما چی شد؟ کم زدی داخل پدر. بابا جان مرا میشنوید؟ بابا جان اما شاید بابایم سکته دل شده باشم. زودتر یوهی جدی را دعوت کنیم. زودتر بابا جان شد. آرام شدید. پدر غم نخورید، همه‌اش خوب می شود. خدا جان بابایم را از ما نگیر.
در اینجا نیستم. بیا سیده بیا. التماس هارون نایستا بیا رفتیم. وقت رو نگیر بیا رفتیم هارون. در کجایند آنها؟ در کجا است آن سگ؟ گپ زن. چیزی که شد آمک. آنها گریختند. اکنون نه جیانم هستی و نه خویشم. اگر در کجا بودنش را نگویی در همینجا میکشمت. اگر خواهید انتظار نشوید آمک پرانید. شما را برای از یک گناهی وزنی نجات دادن آمدم، اما مادامی که اینقدر گناه گرفتن میخواهید مانع نخواهم شد. کشید این ما را همه کشید. او از پشت به ما کارت زد. بگذار جزایش را بیند. شما نتوانید. من میکشم. این خائن را از اینجا زنده برآمدن نمیمانم. اکا پدرم. با بابایم چی شده است؟ پدرم را با بیمارخانه بردند. این کار تمام نشده است عمر. باز خلاص یافتم گفته خرسند نشوی. اکنون دشمن تو برای من دوست می شود. رفتیم. باز رها شدی. اما دفعه آینده تو را حتما میکشم. چه حال دارید خاله هوریا؟ خوبم عمر جان. خونی پسرم نریخت. خوبم. وضعیت بابایم رو دیدنم در کن. بعد از پس هارون و سعیده میشم. رفتیم. کجا شده فکرت جواب ده. شفا یابید پدر جان. به خدا ما را ترساندید. شنیدن زمان آمدیم پدر. زود شفا یابید. بابایم باید استراحت کنند. او را کمی تنها گذارید. شفا یابید پدر.
همش خوب می شود بابا جان. کمی خوب کنید. اینقدر زیق نشوید افا. شکر خدا حالشون خوب است. بابا باید چی شده است دخترم؟ یگان چیزی مهم نشده است انشالله. دل بابایم زد. همش می توانست از این بدتر شود. از دهان شمال برای دخترم خدا نگه دارد. پدرم بیماری دل نداشته بودند. یک ماه پیش از تشخیص گذشته بودند. نداشتند. لیکن اکنون با عیب شما دارند. چه گفتنی هستی؟ دخترت راست میگوید. چرا نفهمیده همسا؟ بگو. یگون دادان پدرم رو گوش نکرده. در این 39 سال او را چقدر غم داده. طاقت نکرد آخر. دلش نبرداشت. حیفی شما. گوش کن حاضر وقتی جنجال نیست. مهمش حیات پدرم در خطر نیست. و همون شفای کامل. بیا اکر رفتیم. بیا کی میداند وای سگ دختران را به کجا برده است. او را از دست ندهیم خوب میشود. او من را از دست دادیم خوب نشد. او انیق جای آنها را میداند. اگر او با ما نگوید میکشیم او را. آخر خودمون کبیم او را نمییابیم. داغان حتما یکون راه پیدا می شود امک. حالا علاجش رو می یابیم. هارون کمی دم گیریم. قوتم نمونده است. مایلش بیا در اینجا کمتر شینی. گذار اینجا شین. دام کل بچه چقدر راه مونده است هارون. هوا خیلی خنک شد. عمر گفت که 1 ساعت راه است. لیکن به فکرم نزدیک شویم. تو غم مخور. احوالمان را بین. چی لازم بود همه این؟ 2 نفر یکدیگر را دوست داشتن گفتن تمام محله به پای خیست. هارون در آنجا کسی هست؟ دستم رو گزید. زحمت خیلی بد است. التماس هارون زود به یگان بیمارخانه روید. نمیشود. با محل رفتن نمیتوانیم. اما خیلی خوفناک است. از این بدترش را دیدم سیده. اکنون راه رو دوام میدیم. نباشد در اینجا برو که پران نها میشه. خدا خواهد همش خوب میشود. انشالله پگاه به خانه برگشته استراحت میکنند. شکر خدا از این بدتر نشده است. معلوم است که دلش همه این را نبرداشته است. نبرداشت پسرم. دلی کی میبردارد؟ بعدی آن که فرزندی خوب به وی میرسانی در دمی پیری به جای راحت از آنها غم میبینی و به بالای همه این باز ای خدا بخیر کند. نتیجه های سنجش دل تیار است. بله گذر پسرم. آرام شو. سیده و هارون چی کار کردم؟ در کجایند؟ خیلی خواطرم. همش خوب میشود اما من روم. مایلش پسرم. من با رابیه میمانم پسرم. در اینجا او رو همراهی میکنم. مایلش خوله گوریا. سحر بر وقت میویم.
آنها خوبن سرما. حاضر در کلبچه بالای کوه میباشند و نزدشان رفته کمک میرسونم. سرما از تو بخشش پرسیدنی هستم. مسئله حیات هارون بود. تو درست رفتار کردی عمر. من باشم خود پسندی کردم. تنها خودم رو فکر کرده قریب بود که جان اونها رو در خطر میگذاشتم. برای ما خوب نشد البته. اکنون امکم مرا از دشمنشان بدتر میبیند. تیر از کمان برآمد. اکنون غیر از صبر دیگر چاره‌ای نداره. انشاءالله همش خوب میشود. من همه وقت برای این دعا میکنم. اکنون روم. شب خیلی دراز بود. شب خوش. به تو هم عمر. سایده بیدار شدی؟ بیدار شدم هارون. بیهوده رو. خونو خوردی با فکرم؟ خیلی سخت خونو خوردم. تو هم خونو خورده ای. تو سحر در هیزان خونه راحت نخوابیدی. من یکم شکایت ندارم. زخمت در نکند. نه سیده جان. هارون یک روی نکن. بیا به محله برگردیم. با یگان دکتر زخمت رو نشان میدیم. اگر وای سگ دیوانه باشه چی؟ برگشته نمیتونیم سیده. گوش کن سیده. ما این روزها رو با فرزندانمون با غرور نقل میکنیم. برای شکممون چیکارهایی کردیم میگیم. حتی نبیره هایمون میفهمند. هارون چرا اکای عمر زم نزد؟ اگر نوایه چی؟ هارون خوبید؟ خوب کوشش میکنم که هر چی زودتر آیم. و یگان چیز احتیاج دارید؟ مایلش میارم. دکتر من حسابات رو آوردم. گذار. شما باز با یگان جای نروید. من را انتظار شدید. فهمیدم. فکرتون را دیگر نکنید. من اومدم گپ بزنید. باز یگان به عقلی نکنید. فهمیدید؟ همشیره دکتر در کجاست؟ صدمه رو خودت در قبولگاه زخمی ها زیاده. فهمیدم. من به دکتر خبر میرسانم. دکتر در قبولگاه شما را زخمی ها انتظارم. با فکرم به صدمه دچار شدم. دیگر یگان دکتر نیست مگر؟ دکتر نوبتدار در عملیات جراحی است. این خیلی باشد میروید. اکنون با من خیلی نزدیک هستی. خونو خوردی؟ تشکر. اکای عمر است؟ بله لیکن در کجا بودنمان رو میپرسد. نوکه گفت زدیم. شاید فهمیده نیست که ما تا حال در همین جا هستیم یا نه. شاید. زود جواب نویسم. بپرس که کی می آید. در کلبچه بالای کوه هستیم. کی می آیی؟ غم نخورید.
زود میایم. همشیره لبای زخمی های سلامت در کجایند؟ چیکار زدم دکتر؟ با اینجا یگان زخمی رو نآوردند. وای در راهرو یک مرد زخمی به من گفت. مایلش هیچ گپ نی، رفتنم در کار. تو در اینجا چیکار میکنی؟ با تو چی بیتار؟ اینجا بیمارخانه نیست مگر؟ برای به اینجا آمدن از تو اجازت بگیرم؟ ما در کلبچه بالای کوی داغان میتونه نرسیدی. داغان کجا شتاب داری؟ جای سیده و هارون رو فهمیدم، اما باز به هیچ کس گپ نزنی. چرا با ما که حمزه هم خبر نمیدی؟ خبر دی؟ فراموش کن. به محله در یک دستم سیده، در یک دستم هارون برمیگردم. ممکن از این زیاد هم شود. قهرمانی باشد چرا پیش از پاده چنگ بردارم. وقتم را نگیر، در را پوش. مرحمت اکه همزه یک چای گرم نوشید. تشکر. خدایا توبه. بالا ریکور موی سرم رو دیگر نمود کردم. در حیاتم همه چیز یک رنگ است. اقلا مویم دیگر نمود شود. لابای دینا شب صدای تلفنم رو پس کرده بودم. زنگ زدنت رو نشنیدم. تو مرا کی گمان میکنی؟ بگوی. فکرت کنیزکی خونت؟ من زنی نیستم که کدام وقتی که خواهی زنگ میزنی نخواهی فراموش میکنی. با من دیگر زنگ نزن. تو مرا نفهمیدی ایشیل. الو سلاح حالا خدمت میکنه. هارون جواب ده. جواب ده هارون. خاموش نایست. هارون جواب ده. فرزندهایمون کلان شدن به اینجا میاریم. به این کلبچه، به این درخت نگاه کرده برای شکممون چی کارهایی که کردیم میگوییم. هارون تلفنت زنگ میزند. اکی عمر در کجایید؟ من در راهم می آیم. شما در کجایید؟ مرا گوش کن. داغن جایتان را فهمیده است. هارون
هارون. الو اکه اومد. یا خدایا تلفنم خاموش شد. همینش نمیرسید. اکه عمر بود چی گفت؟ داغن جایمان رو فهمیده است. دیگر هیچ چیز نگفت. قوه تلفن تمام شد. رفتیم. وقتمون کم است. ماشینی داغن است. گریز سیده گریز. من شما در کجایید توتی های عاشق؟ حیات همین است گلشن. تو راه گشتن میخوای وای میدارد. تقدیر است اپا. اما تو هم او را فراموش نکن. برای از این باطلاق رها شدن یگانه راه به فکرت به شوهر برآمدن است. نمیدونم گلشن. حیرانم. رئیس مرا به نزد میزها رو میگوید. خوب فکر کن اپا. نگاه کن. حیات برای تو یک شانس داده است. از آن استفاده بر اپا. دکتر را شنیدید پدر؟ حتما باید استراحت کنید. من اول این در رو کشویم باز از پستون محکم میکنم. گوش کرده باز خوبتون نبرد پدر. از همین سبب همه کشودم ها. یک چند خوابیده راحت میکنید. لباسشون رو برای. دخترم از هارون و سیده یگان خبر هست؟ شما در این باره فکر نکنید پدر. یگانه چیزی که به شما لازم است این سلامتی. راست میگوید پیرو. اگر یگان چیزی بد میبود کی ها خبرش به ما میرسید؟ هوریا خواهر همین قدر زیق نشو. همش میگذرد. نمیگذرد رودیا. یگون چیز نمیگذرد. کی میدونه آنها در کجایند؟ چی میخورند؟ چی مینوشند؟ از دست حمزه خلاص میفته باشند. میترسم رودیا باز با آنها آسیبی نرسد. خدا بزرگ است. مایل است من میروم. حمزه آید مرا اینجا بیند باز آتشین میشود. اینجا خانه او نیست که آتشین شود. و این کار به این بی ادب خاتمه دادن در کار. تو شین من حاضر می آیم. سیده دختر من از خانه گریخته است. اکنون باقی راه نیست. این خیلی نگویده که پایان شب سیاه سفید است. البته پیدا می شود. با خانه‌ات راه نمیدهی حلیمه؟ البته مرحمت. چی من تو رو دعوت کردم؟ قرضای را باید سپارم. چه خیلی که میگویم کاری امروزه را با فردا نگذار. میلش به من اجازت.
تا امروز کمتر هم باشد به تو حق گپ زدن دارم یا نه حمزه؟ تو اینجا برای پرسیدن آمدی، همین طور نه؟ از تو میپرسم به گپ زدن حق دارم یا نه؟ البته حق داری، آخر خواهرم هستی. مادامی که اگر حقم را حلال کردن خواهی عقلت را کار فرمایی و کمتر فکر کنه که این کارت حیات پدرم را در خطر ماند. اگر باز همین خیل دوام دادن گیری از پدر نیو از دختر هم میمانی. جانی کسی را در خطر نگذارو، تعقیب را بس کن. این گپا را با من نیام، بلکه به وی سگ میگفتی، فهمیدی؟ وی سگ کی است که؟ هارون چیکار کرده است؟ از غریب یگان ناحرمتی دیدی؟ نه می نوشد او، نه قمار بازی میکند. او را از کی کم دیدی که این خیل به خود دشمن گرفتی؟ خوب فکر کن اکا، خوب فکر کن که باز پشیمان نشوی. سرت در نکند حمزه جون، تو همیشه با راه راست میرفتی. چی کاری کردیم؟ برای دختری خودمون کردیم. همین طور نه حمزه؟ همین طور. هر کاری کردم برای دخترانمون کردم، اما در این اویله بعضی ها تو رو نمیفهمند. اونها مرا نمیفهمند. گفته تو از راه راست میبروی. البته نبرو حمزه. با فکرم این خیل هم نمیشود حلیمه. تو بعضی خیش و تبارت را اقربا میگویی، لیکن اونها اقربا نه و اقرب میباشند. همه کیو چی بودنش را خوب نشان دادند. اولاد را دو تقسیم کردند، از یک طرف اوور، از طرف دیگر ما. اونها ما را آرام نمیگذارند. برای ما را نابود کردن به همه کار قادرند. شاید تو راست میگویی حلیمه. یک عائله بزرگی عدالگی ها دو تقسیم شده است. آن را عائله گفته هم نمی شود. دوغان زنگ نزده است؟ نه، زنگ نزده است. زودتر سیده، زودتر سیده، سیده خیز، خیز سیده، خیز. از این طرف گذر. آروم شو، گوش کن. در نزدیکی یک غار است. در یاد داری؟ در کودکی اونجا بازی میکردی. تو آهسته آهسته اونجا را فهمیدی؟ من با اون طرف رفته دقت داغن را به خود جلب میکنم. در اونجا وای میخوریم، فهمیدی؟ اونجا وای میخوریم، بیرم. بیستری آهنگر، تو میدانی خودت رو با کی برابر میکنی؟ بیفایده مرا خسته نکن، در آخر با دستم میافتی. ایستا! آفرین با تو کیرمی لای خونک. آفرین، خیلی جسور بوده ای. اما اکنون راه تمام شد.
میخواهم دخترم. مگر گپی دختر رو فراموش کردید؟ چرا هیچ چیز نمیخورید؟ نمینوشید؟ مرحمت امکی قربان. تشکر خواهرم. او رو مادرش برای تو تولد کرده از موسفه. چرا این خیلی میخوندی تو؟ این چه احوال است؟ به حج میروم گفته اینقدر ناز میکنی؟ از همه اینها خلاص مییابم گفته خرسند هستی مگر؟ به حضور عشق از همه نزدیکم میروم گفته اینقدر سروسیم است. قربان، این فکر از کجا؟ ببین، فرزندهایم مرا به چه حال رساندند. حالا باشد طاقت دیدن آنها را ندارم. شاید این جزای خطاهای من که نافهمیده کرده باشم. گوش کن مصفید، اختیار در دست اوست. مال و ملک، فرزند، همش امتحان است. قربانی همه شوم. انسان اکرامی خداوند است، یعنی امانت است. همین طور نی؟ امانت در دست کسی باوری ناک امین میماند. خدا تو را در راه نگذارد. چقدر خوب گفتی. امانت چی می شود؟ خیلی خوب محافظت می شود. اگر بجز خدا صاحب دیگری هست برای چلاق میخوری. فهمیدی؟ میفهمم قربان. من صاحب مال و صاحب فرزندها شدم، اما به نفسم صاحب شده نتوانستم. آرزو داشتم که فرزندهایم لجام نفسشان را دارند. در نصیبت چیزی باشد همان را باید خواهی. اگر یک چیز را به زوری خواهی چی می شود؟ اطاعت نکنی بسیرت چی می آید؟ اگر به زوری خواهی طلب امتحانات به زوری می شود. انا بعد از این خیسته توانی بخیست. قربان، آخر انسان همیشه می خواهد. خواستن یک وظیفه انسان است، همین طور نیه؟ بله. کسی نمیخواستگی هست مگر؟ این طور باشد اینقدر امتحانی سخت برای چیست؟ کنی دهانتان رو کشوید، گلویتان رو بیار. حاضر دیده بودی دخترم؟ دیده بودم مگر مایلش. خوب ببخشید. برایتان دورو می نویسم. اگر بهتر نشدید التماس باز به اینجا آیید. تشکر زیاد. شفا یابید. داغن هارون و سیده را پیدا کرد. در دستش سلاح آنها را میکوبد. من هم آنها را میجویم. برگرد میزنیم. این چی معنی دارد عمر؟ خدایا، حال آنها چی میشده باشد؟ تو هیچ ابراهیم ادهم را شنیده ای؟ چرا نه قربان، آن آدم خوب را از تو هم زیاد شنیدم. انسانی که از روش نور میبارد، دلش صاف. یک روز در کعبه به عبادت مشغول بود که ناگاه پسری نغز دیده اش را که چند سال باز ندیده بود وا میخورد. فهمیدی؟ دلش آب میشود از شوق. پسر را او محبت به آغوش میگیرد و پدر و پسر حسرت هجران چند ساله را میبرارند. ناخواست به گوشش از غیب آوازی میرسد، اما سخنی عادی نی. ابراهیم در یک دل دو عشق نمی گنجد. این چی معنا دارد؟ گوش کن. خدا بزرگ است که رحمت را خورده است. صاحب و پرورده زیبایی خدا است. برای همین خداوند زیبایی را دوست می دارد. اگر به زیبایی نیازهای خود را مانی چی؟ پس همش ویران می شود. نپرس چه خیلی ویران می شود. نپرس. مثال اگر به قلب سوزن در آید و جای سوزن باز باشد چی می شود میدانی؟ دل می سوزد. همین طور نه؟ در عشق اگر خدا نباشد و مثلی که سوزن در درون دل است. شکر و شربت به دهانت.
تو خلاصه برآمدی. عارف شدن دیگر است جانم. استغفرالله استغفرالله. واحد چیزی که خواهی خواستن گیر، اما اول به وجدانت خودت را سنج و پرس رضای خدا در کجای آن است. فهما قربان، پس حل این کار در کجاست؟ قربان قربانی تو شود واحد. تو به حج می روی کو؟ کعبه به مانند مادر است. نفرانی که در اطرافش گیر می آیند به گوشت هر چیز می گویند. تو گوشت را محکم کرده تنها او را گوش کن. اعراف در عرفات است عزیزم و جای عارف شدن است. در عرفات سرخم میکنی، بین کعبه و مسجد مینا سر میبرداری. آه مینا، آه مینا؟ بله مینا، آن جای دوست داشتگان است. به مانند آدمی که به مکه یعنی به نزد دوزنده میرود تا لباس دریدش را تعمیر کند. درخت پیر خم میشود، آیا در این سن و سال از عهده‌اش میبرایم مگر؟ این خیل میشود مگر؟ این خیل میشود مگر؟ استای دوزنده 30 سالی مشتری را نگاه میکند یا که لباسی آوردهش؟ درست. حق توبه کردن را از پیران سالان برداشتن که تو چنین میگویی؟ دعا کنیم که خداوند برای آمرزش به ما فرصت دهد. خدا برای دادن راضی است، تو برای خواستن آماده ای؟ آماده ام قربان. در آخر یک چیز را پرسیدن میخواهم. کنی بپرس. در منزل خدا جایت را دانستن میخواهی؟ البته فهمیدن میخواهم، بگو. این خیلی باشد جایی را که برای خدا در دل جدا کردی ببین. هارون در کجایی؟ مرحمت حمزه. کنی گپ زن حمزه، باز چرا زیق شدی؟ دخترم مرا شرمنده کرد حلیمه. سر مرا خم کرد. با بیرون بر اومده هم نمیتوانم. در فکر موندم حلیمه. چیکار کنم؟ چیکار کردنم را نمیدانم. حمزه، سعیده و هارون حالا دور نرفتن، فرصت داریم. نگاه کنید کی به دام افتاد. بی فایده شکار نمی کنیم. همین طور پاره آهن. درایید. درایید مرحمت. دخترم، با تو صحبت کردن میخواهم. گذشته شینید مرحمت. چی گفتن میخواهید؟
دخترم من خطاگی های زیاد کردم. انا اکنون جزایم را دیده ایستادم و دختری بیچاره‌ام جبر کردم. اکنون خیلی پشیمانم. هرگاه به یاد میارم درونم میسوزم. چیزی که شد اکنون گذشت. انشالله سعیده خوشبخت می شود. اکنون غیر از دعا دیگر از دست ما هیچ چیز نمی آید. آخر هنوز او کودک است. از او سیر نشده از دست دادم. در دستی بیگانه ها در جای های ناشناس چی کار میکنه؟ آه بی عقلکی من با این کاری کردگیم چطور زندگی کنم سرما تا سعیده رو برنگردانم؟ آرام نمیشوم. اگر جایش رو دانی به من بگوی دخترکم تا او رو با چشمانم ببینم. التماس دخترکم. کم در پس انداز دارم. برای خوشبختی او میخواهم صرف کنم. اگر جایش رو دانی به من بگوی قدرت رو میفرستم. دستی دروغگوید و مرد حتما شما را کافتنی می آید. حیف. در وقتی آمدن تیر دلی او را هم خونالود می کند. نگاه کن. شما برادر شیری هستید. اکنون برادر خونی می شوید. بعد است جواب کارهای کردت رو می دهید تو خواهن. یک به یک. گپی خون رو شنویده از تر چک خلطه گشتی. آهنی زنگ زده. گوش کن. اگر جای سعیده رو گپ زنی جانی هیچ کس در خطر نمیموند. تو چقدر آدمی پس بوده ای. با ما کمک میکنم افتاد ما رو فروختی. این کاری کردت رو فراموش نمیکنم. جای سعیده رو باشد هیچ وقت نمیفهمی. هیچ وقت نمیگویی میکشم تو رو میگویی گپ زن دخترم. مرا این قدر عذاب نده. سعیدم در کجایی نباشد رفته بینم کمک رسانم. در کجا بودنشون رو تو میدونی. گپ زن. ببخشید مادر جان، گفتن نمیتوانم. تا آنها خوشبخت نشوند با هیچ کس چیزی نمیگویم. حالا همین طورگوی تو خودت را کی حساب میکنی؟ از پدر و مادرت بالایی مگر؟ این چی ناپسندیست؟ حاضر در کجا بودنی آنها را میگویی؟ مرا عصبی نکن. گپ زن. وای حشرات دخترم را به کجا برد؟ از من در باره سعیده هیچ چیز نمیفهمید. بیفایده خودتون رو خسته نکنید. گبزن لعنتی نباشد بکشم. در کجا سعیده؟ گبزن لعنتی. این دختر در کجایی که نباشد تو جایش رو نگویی هم دیر یا سود او رو میابم. فهما؟ مادامی که دهانت را گشودن نمیخواهی درست دهانت را خسته نکن. در آن دنیا در وقتی پرچه سازی می شود. چه خیل این آهن به مانند آهنهای فروخته تو نیست، اما خنوکیش یخیل است. خودت میدانی.
آخرین فرصتت این است. یا گپ میزنی یا تا ابد خاموش میشوی. هرگز نمیگویم. اگر خواهی بکوش. این خیل باشد. به ادامه آهنگر نقطه میمونیم. چه حال داری هارون؟ در وقتش اومدید. اکی عمر خیلی سخت بسته است. عمر شد آرام شو هارون، آرام شو. خدایا مدد کن. کشا اکنون جوالش کردیم داغان. هارون ایستو. هارون آرام شو هارون. نوبتی دهانو بیدی شکستن از هارون، لیکن ما مثل تو حیوان نیستیم. تو این سری زنگ زده را تبابت میکنی بهتر. تو این بند را به من نیو و دهانی خودت بستی بهتر. اکنون خلاص نمیابی. به من گوش کن سری زنگ زده. اگر جانت را دوست داری برای مردن دعا کردن را شروع کن. نباشد به دستی من افتی در این دنیا شکنجه هایی میکنم که با مردن زار میشوی. فهمیدی؟ زار سری زنگ زده. آروم چیکار میکنید؟ آروم باز کن بزن. آروم لعنتی من به تو نشان میدیم. لعنتی پاره آهنی زنگ زده. تو هم مرا در اینجا بسر فکر نکن که سرمه از آنی تو میشود. سرمه از من است، از من. گفته هایت نمیشود داغان. نقشه های عدیت بیفایده است. میکشم شما را لعنتی ها. میکشم. نگریزید. خوب فکر کن هارون. با کدام طرف روان کردی سیده رو؟ خاری گفتگی در کدام طرف؟ در یادم نیست که عمر. از خورده هم به اینجا آمدم. این خیلی باشد در اینجا جدا میشویم. بسیار جایها رو دیدن لازم. مالش اکی عمر. تشکر زیاد به شما.
سعیده در کجایی؟ در کجایی سعیده؟ در کجایی؟ سعیده مرا میشنوی؟ اینجا بود. اینجا بود. سعیده، 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 سعیده بیدار شو. سعیده، سعیده التماس جواب ده. سعیده، سعیده بیدار شو. سعیده، 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 سعیده التماس بیدار شو. سعیده بیدار شو، جواب ده. سعیده، خدایا سعیده، سعیده التماس نمون. سعیده، 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 آرون چی شد؟ آرون چی شد بگویم؟ سعیده که اومد. سعیده یگانه هم مرد. از برای من مرد. با دستان خودم به مزار گذاشتم. اگر شما رو گوش میکردم نمیمرد. ممکن خوشبخت نمیشد اما زنده میموند. این غم رو طاقت نمیکنم. اگه عمر میمیرم. سعیده و هارون در کجا و چی حال داشته باشند هیچ کس یکان خبر نآورده است. هاشم هم در هیچ کجا نمیتابد. فکرت این قدر درباره چی فکر میکنی؟ هیچ، درباره سعیده و هارون فکر میکنم. دلم با آنها میسوزد. پدر جان شما با ما بازی میکنه؟ من کمی کار دارم دخترکم. پدر جان نروید. دین شب چقدر خوب بود. با ما بیمونید بازی میکنید. التماس پدر جان امروز به هیچ کجا نروید. پسرم نخود همین کودکهایت رو پرتافته روی پدر جان شما چی کار میکنید؟ جانکا فکرت و فکرم من تو رو رنجاندم. نخود که تو همینقدر مردی زودرنج باشی. از من نرنج. ایشیلی که همیشه تو رو انتظار است. ایشی
زنده است اکی عمر. نمرده است همیطور نه؟ شکر خدا زنده است. تا حال زنده است. بیایید به بیمارخانه بریم. زود به بیمارخانه رسونیم. وقتی زیاد نداریم. میرویم. اکنون یکی از مرگ‌ها را انتخاب کنید. اما در آخر همان گونه میمیرید که من میخواهم. زودتر اکی اومد. زودتر. سیده جان تو حرف کن. نگوریزه شما رو میابم. خیالتان از من گریختن آسان است. نه اکی عمر زودتر بکار درو. اکی عمر. اکی عمر جنسانات او میآید. اکی عمر زودتر. از من گریختن آسان نیست. بیا جوانم. جنسانات کامیاب شد. کنی ها. زودتر اکی عمر. کنی سبیل مانا رو خیر. زودتر آخیر. زودتر میآید اکی عمر. زودتر. حالا میبینی شما رو ریزه میکنم. جنسانات اومد که اومد. زودتر. نگوریزید. دستتون رو میکنم. با جهانم رویدم. از پستون میروم. بسیاری ها اصلشان را نیافتند. آدمیشان را در درونشان کشتند. از بس که به کسی مهر و محبت ندارند مثل یک جانور می باشند. قهر آنها نفرت دارد. نشستشان نفرت، از جای خستنشان شدت دارد. نه عشق پدر به آنها می رسد و نه عشق مادر. یک ذره در وجودشان مهر ندارند. وگرنه رنج‌های پدر و مادر برای تربیه ما همین قدر زیاد است که حقشان را در این دنیا برگردانده نمی شود. سرشان را نباید خم کنیم. کسانی که بی‌رازگی پدر و مادر رفتار کنند حتما به یگان بلای می‌پیچند. چیزی که باشد نباشد، پدر و مادر سببی هستی مایند. آنها را نباید رنجانیم. با آنها زوری کردن لازم نیست. در کجایی که یک پدر یا یک مادر رنجد، در آنجا گل می میرد، همه جا خارزار می شود. جونم در زندگیمون یگان نفهمی نمی شود. وعده می دهم به تو سیده. چشمانت رو کشو یک تبسم کن سیده. تنها من و تو میشیم. یک عائله خوبی میسازیم سیده. همه با ما حسد میکنند. از آن گله که تو دوست میداری هر شب به تو میارم. زمستان و تابستان نگفته هر شب برایت میارم. آنها از بخیلی پوسیده میروند لیکن من آوردن میگیرند سیده. با تو وعده میدیم سیده. چشمانت رو کشو سیده. سیده سیده جان چشمانت رو کشو.
کی اومد او نفس نمیکشد سعیده نفس نمیکشد سعیده خیز سعیده سعیده